مستضعفین تیوی. محمد رضا پهلوی در طول حکومت خود دوبار از کشور می‌گریزد. 25 مرداد 32 در پی شکست مرحله اول کودتای 28 مرداد و 26 دی 1357 در پی اوجگیری قیام ملت. این واقعیات برخی از مقامات پهلوی را به این نتیجه می‌رساند که شاه اصولاً مرد روزهای سخت و دشوار نیست. داریوش همایون، وزیر اطلاعات و جهانگردی پهلوی، معاون حزب رستاخیز. محمد رضا شاه که اصولا آدم متزلزل ضعیفی بود و کاراکتر خیلی خیلی ضعیفی داشت. محمد رضا شاه همیشه پا به گریز، همیشه در برابر مشکلات اول واکنشش تسلیم. دکتر احسان نراقی، مشاور فرح پهلوی، عضو خاندان سلطنت. من وقتی که این کتاب از کاخ شاه تا زندان ابری می نوشتم، یه رفیقی دارم که وزیر خارجه فرانسه بوده و اون موقع سناتور بود. بهش گفتم که آقا من میخوام پونیاتوفسکی رو ببینم. یه هفته مونده به کنفرانس گوارلوب، اون آمده بود به ایران و گزارش داده بود به ژیسکاردستان، اون موقع بود. بعد ما رفتیم و همین چیز رو گفت، من جمله این که من آمدم شاه ببینم برای اینکه ببینم روحیش چی راجع به اوضاع، این 4 تا که میخوان راجع به ایران تصمیم بگیرن. بعد بهش گفتم که ضمناً اینم بهتون بگم اگر که مصلحت شاه اعلیحضرت هست و ایران، ما میتونیم بگیم به گاردایی که در نفل و شتو مواظب سلامتی شاه هست، اینو خمینی هستن و اینا، حواسشون بره به کره ما نگاه کنن. گفت یه مرتبه شاه از جا بلند شد، گفت نه 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 نه، اگر همچه اتفاق بیفته ایران شلوغ میشه و من نمیتونم از اینجا خارج بشم. گفت این حرف برای من عجیب بود. چی دیگه؟ نمیتونم فرار کنم. شاه مرد روزهای سخت نبود ابدا، فقط مرد روزهای خوش و خانواده بیان و باشون برقصه و حرف بزنه و جوک بگه و جوک بشنوه و اینا. محمد رضا پهلوی از لحاظ شخصیتی فردی دچار سوءظن و به همه بی‌اعتماد است. او تقریباً به هیچ یک از اطرافیان اعتماد کامل ندارد. شاه حتی به همسرش فرح دیبا نیز شک دارد و پنهانی رفتار او را کنترل می‌کند. دکتر هوشنگ نهاوندی، وزیر آبادانی و مسکن دوره پهلوی، رئیس دانشگاه تهران، معاون حزب ایران نوین. گفتم که والا من هر چی دارم از اعلیحضرت دارم و هر امری رو بفرمایید انجام میدم. بعد شروع کردن یک دستوراتی راجع به دفتر مخصوص دادن و راجع به کارهای اولیا حضرت. بعضی از این دستورات خیلی ناخوش بود، خوش نبود. میشه مثال بزنید چه من حرامی بود؟ X، Y و Z رو دستور بدید دیگه به دربار راه ندن. اینا از اطرافیان نزدیک شهبانو بودن با کلمات خیلی رکیک نسبت که من هرگز از شاه فحش نشنیده بودم نسبت به کسی. یه بار دیگر هم راجع به نصیری به من گفته بود، خیلی پیش، ولی اون جنبه دیگری داشت. ارتش بود نصیری. برگشتم بهشون گفتم خب من همچه اختیاری، رئیس دفتر مخصوص نداره که ورود اشخاص رو به کاخ ممنوع کنه. یکی از این 3 نفرم بهش به عنوان جاسوسه خطاب کردن که من واقعا نمی‌دونستم یک جاسوس در فکر ایشون کیه. بعد اسمش بردم.
اینا همونایی بودن که شما اشاره میکنید تو نوشهر هم میامدن و غالبا شاه از حضورشون معذب بود و فحش هایی که در حضور خود من به یکی از اینها داد، در حالی که من میدونستم که اونجا وقتی ما با هم از اتاق آمدیم بیرون، از اتاق اعلیحضرت، این شخص نشسته بود، اعلیحضرت برگشتن بیرون، ای فلانی، ببخشید کلمه خیلی رکیک، تو اینجا چی کار میکنی؟ آقای دکتر، یک خاطره خیلی عجیبی رو شما تعریف میکنید. فرموده بودید که بخشی از این خانم هایی که در واقع برای دیدار با شاه از اروپا به ایران میرفتن، شاه باشون درد و دل میکردش. بله. این چی بود ماجراش؟ برای اینکه شاه به هیچ یک از اطرافیانش، نه به افراد خانوادهش، نه به همکارانش، نه به دوستانش، به هیچ کس اعتماد کامل نداشت که حرفاشو بزنه. با اونا البته مقوایی بود، همیشه غالبی حرف میزد، ولی وقتی که زن فرانسوی که میخواست لبندی کنه و بیاد بکنه یه شب دو شب بعد این برگرده برای همیشه بره پاریس، اونو که میدید اطمینان داشت که به جای حرفایی که میزنه به هیچ ایرانی دیگه نخواهد گفت. با اونا درد دل میکرد. و اینو من از 2 خانم شنیدم که اومده بودن اینجا، از خانمایی که مادام کلود براش فرستاده بود، اونا گفتن، من از اونجا فهمیدم. و چون 2 خانم به طور جدا با اختلاف مثلا 1-2 سال برای من گفتن، فهمیدم که این سیاست شاه بوده که با اینا بشینه درد دل کنه. حتی من این مطلب به فرح هم گفتم. شون تایید کرد؟ سرش انداخت پایین، گفت بله میشه دیگه. شاه به روایت علم، یعنی نزدیکترین فرد دربار به محمد رضا پهلوی، دچار فساد اخلاقی شدید است. در خاطرات 6 جلدی علم درباره فساد جنسی محمد رضا پهلوی مکرر واقعیاتی بازگو شده که بیان آنها ناممکن است. باور کردن این رفتار از شخص اول هر حکومتی دشوار است، چه برسد به شخص اول کشوری با فرهنگ و تاریخ ایران. علم کارش این بود دیگه، علم مستقیما در این اعمال شرکت داشت. یعنی خودش هم اگه برای شاه یه زنی رو می آوردن، یه زنم برای ایشون می آوردن. این که مستقیما شریک بود دیگه، نوشته اینا رو نوشته. اینجا باید که یک آفرین گفت به علم که با صراحت و صداقت گفته که ما با هم میرفتیم زنبارگی، برای گفته دیگه، احتیاجی به راویه نداره. بله خب اینا همش بود. چاپ خاطرات علم به علت صراحت در بیان فساد اخلاقی شاه با انتقاد شدید برخی عناصر طرفدار پهلوی روبرو می شود. اما دکتر عالیخانی، وزیر اقتصاد پهلوی و رئیس دانشگاه تهران در دوره پهلوی که ویراستاری این کتاب‌ها را بر عهده دارد، معتقد است چاپ جزئیات فساد بی حد و مرز شاه برای آگاهی نسل‌های مختلف ضرورت داشته است. گذاشتن این مورد گردشات یه معنای دیگری هم داره، برای اینکه وقتی شما به طور دائم ببینید در هفته چند بار شاه گردش میره و غیره، ساعت کاری هم که میکرده که خب محدود بوده. یه ساعتی بلند میشه میمده سر کارش، فرض کنید ساعت 8:30-9، بعد از ظهر میره گردش، شب هم که رفیقاش میادن دورش بریج بازی میکردن. علت اینی که باید تو این یادداشت وقتی هست من نقل کردم و بعد از در گذشته خانم علم کاملا هر دفعه بوده گذاشتم، برای این است که درست روشن بشه که روز شاه چطوری داشته میگذشته و این چقدر تعارض داره با یه آدمی که میخواد تمام امور مملکت اداره بکنه، به هیچ کس هم اختیار نده. اتفاقا این لازمه. فساد اخلاقی شاه متاسفانه با بی‌حرمتی به زن ایرانی، این ناموس ملی همراه می شود و به نوشته علم محمد رضا پهلوی در همین چارچوب درباره پذیرایی شبانه از برخی دوستان منطقه‌ایش دستورات ویژه‌ای می دهد. خاطره غیرقابل بیان علم در 3 تیر 1355 نمونه ای از این واقعیت است. محمد رضا پهلوی در فساد جنسی آنچنان افراطی رفتار می کند که برخی معتقدند بیماری‌ای که منجر به مرگ او شد در همین فساد اخلاقی ریشه داشته است. فسادی که چند نفر از حلقه خصوصی او را هم به شدت گرفتار کرده بود. اینا هم از خیلی نزدیک به شاه و کارهای خصوصی شاه را انجام میدن. اینا هم از یک بیماری مورد علتش هم دواهایی بود که این
عیادی برای یه منظورهای معینی میداد به این اشخاص، خودش هم میخورد که یعنی چیز خورشون کرد؟ نه، برای تقویتشون تقویت بخش خاصی از بدن. دکتر منوچهر رزمارا، وزیر بهداری پهلوی. آقای عیادی حالا مرده و رفته، واقعا یکی از عناصر فاسد و یک جرثومه ای بود که اطراف شاه بود. حالا پهلوی صفویان میرید نمیتونم چی بهتون بگه. این نه تنها اصلا سواد پزشکی نداشت، توجه که اصلا و ابدا این وظیفه‌ش اونجا در اون دربار کارهای دیگری بود. والا آقای چارده اشاره که کردید، حالا بعد همه اینا مردند و اینا، منم چون طبیبم، به کار بردن بعضی از موادی که برای ازدیاج به اصطلاح جوانی و به اصطلاح قوای جنسی اینا میکردن، 4-5 نفر اینا همشون با این مرض مردند، همشون. حالا اسم نبریم، از جمله خود آقای علم یکیش بود، آقای عیادی یکیش بود، آقای خدا اعلیحضرت یکی دیگهش بود، قلی ناصری یکی دیگهش بود، حسین دانشور یکی دیگهش بود. اینا میدونم صحبت که میشه، من درستی یادم صریحیم، هیچ ترس و واهمی هم ندارم دیگه، در 77 سالگی دیگه زبونمو هی نمیگردونم تو دهنم، ولی واقعیتایی که خدمتتون عرض میکنم امیدوارم شما شوکه نشید.